عرضم سلام، خوش اومدید به یه ولاگ دیگه و یه ویدیو بدون محتوای دیگه. موضوع خاصی نداره، همینجوری فقط خواستم یه ولاگ بگیرم با هم دیگه بچرخیم ببینیم یه روز کامل من تو زندگیم چیکار میکنم. الانم دارم میرم دنبال محمد دیگه، پای ثابت ویدیو هاست دیگه. محمد نباشه اصلا انگار زندگی بر رفق مراد من نیست. ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، چنل رو به درآمد برسیم، پول لازم داریم. دمتون گرم. بریم سراغ محمد. بچه‌ها محمد رو رفتم آوردم. بچه‌ها همونطور که می‌بینید سبا خانوم به شدت کثیف و به شدت خیلی بی شخصیت. دافای شهرمون صاف کنید. اوکی. چون هیچی نداریم و قراره با یه دونه بطری که از توالت آبش رو پر میکنیم، از توالت قراره آبش رو پر کنیم، قراره ماشین رو بشوریم و اینجا یه مشکل پیش میاد، ما دستمال نداریم. محمد پیرنتو در بیار. بچه‌ها این زیر پیرن باشگاه منه و ما قراره که با این سبا خانم رو بشوریم. محمد چه باسنی داری اینجا؟ باسنت زد میمونه پشت. محمد قراره گلادیاتور بشه. بچه‌ها نگاه کنید. یارم باید باز کنم. نه کس خود همونو بکن تو سرت. بله بچه‌ها محمد شد آیرون من. Stop it. Get some help. بچه‌ها من قراره از زیرپیرن باشگاه به عنوان دستمال استفاده کنم و فردام قراره برم باشگاه و این اصلا برای من هیچ مهمیتی نداره. مهمیت میگن؟ مهم اولویت نداره. و قراره که سبا خانومو با آب دستشویی بشوریم. بودی چقدر کثیفه. اینجا رو الان میشوریم. محمد میخواد یه ویدیو بگیره، ویدیو گیم نت میخواد بگیره. خب منم قراره باش برم. خب پس صاحب کنید بذارید پولدار شیم. حاجی اگه صاحب کنید دیگه با آب معدنی میشوریم ماشین. آره راست. حاجی چالش به خدا اگه این ویدیو 500 تا لایک بخوره آب معدنی میخرم، با آب معدنی ماشین میشورم. خب بچه‌ها برای اینکه تو آب صرفه‌جویی بشه دستمالتون رو خیس میکنید. البته مثل من زیر پیرنتون رو خیس نکنید. آره دستمال باشه. حالا اگه نداشتید چی دیگه سگ خورد دستمال. اینم جزو پارچه ها حساب میشه. دستمالو که خیس کردی میاری. خب سبا خانم رو میگی؟ بیا رو خوب بگی. میپاچی رو سینه هاش. میپاچی. بعد این که پاچیدی رو سینه هاش دستمالتون رو برمیدارید میمالید. برادت گوه میخوره. اینجوری میمالیدیم کثیفی ها رو میبره. خب این جزو شستن حساب نمیشه. میخوایم تمیزش کنیم. خب گلش مرسی. الان شیشه رو بگیر افسردگی میاد. اوجی نگاه گل شد همه جاش. زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست، توی آمبولانس که قال دیگه ای داره دانس. کمترین آب بهترین خروجی رو بهتون دادم. بچه‌ها بدونید من با سبا خانم وارد رابطه‌های نامشروع شدم. از اگزوز میزنی؟ حتی ماشین رو شستیم، الان داریم میریم یه شهر دیگه، داریم میریم کرج. تو راه ما بریم. محمد ویدیو میخواد بگیره بهترین گیم نت و بدترین گیم نت کرج رو پیدا کنیم. خب الان داریم میریم اون رو بگیریم. منم تو راه گفتم استفاده کنم ولاگ بگیرم. بعد یه مشکلی هم که هست، ما الان جلو دستشویی بودیم داشتیم ماشین رو میشستیم چند دقیقه پیش و الان من شدیداً شاش دارم و باید یه جا وایسم و بشاشم. اگر نشاشم میمیرم و اگر بمیرم میافتم گردنتون و هیچ کی نیست که اینجا همش بیابونه و برد شاشی. چون من فقط بلدم رانندگی کنم و محمد به گوزبنده به چست پیوند میمونه وسط خیابون و من میرسم ولی دست و پا شکسته. حتی برم بشاشم بیام. ما هم میخوایم بریم ببینیم. ویو رو نگاه، تو این ویو میخواد بشاشه. شاش بچه‌ها بهترین شاش وجود ندا. چه
بچه من چقدر نمکم اصلا ویدیو رو لایک من ساب بچه آقاه تو بود اینجوری کرده درد و نفرین درد و نفرین بر سفر الان داریم میریم گرونترین گیم نت و امیدوارم که تو گوگل مپ که زدیم گرونترین گیم نت بتونه ما رو به گرونترین گیم نت تاریخ برسونه و این یک روزنامه‌ای که دارید من رو میبینید به پایان برسه. باید چیز کنیم دیگه، یه جوری هندل کنیم حاجی تا شب برگردیم خونه، چون اینجا رو نمیشناسیم و اگه بمونیم اینجا به چوخ سگ رفتیم و بچه‌ها محمد یه داف دید کله‌شو تا 360 درجه چرخونده بود اون و اصلا حواسش نبود که داره ویدیو میگیره. بچه‌ها تصمیم میگیریم که حول نباشیم و بچه‌ها تصمیم میگیریم موضوع ویدیو رو عوض کنیم و سعی کنید تو زندگیتون حول نباشید و از حول بودن به دور باشید. بچه‌ها اینجایی که ما هستیم فکر نکنم گیم نت گرونی باشه. چرا داداش نگاه اصلا همه‌اش اینجا گرون احساس می‌کنم. اونهاش گیم نت است اینجا. گیم نت. پروتئین. اینا مستر گی. بچه‌ها گیم نت رو پیدا کردیم. خداحافظ. جا پارکش هم پیدا کنیم اگه خوب میشه. شین پراید. الان میخوام براتون یه دوبل خرکی بزنم. الان وگامو میده بچه. یه دوبل میزنم برات، ببین تو خود بنگلادش هم همچین دوبلی نمیتونی بزنی. فرمونم فقط سفت نمیشه. فرمونم برای دوبل یاری نمیکنه. بچه‌ها میخواید دوبل بزنید خب حواستون به هر طرف باشه. حواستون باشه بچه‌ها دوبل خواستید بزنید مراقب باشید کافئینش بالا نباشه. شما اپشن فاختش الان ویدیوی محمده، میخوایم بریم داخل. از اینجا بعد توی کانال من بیاد. مرسی خدا. آره میخواد ببینید داخل چه خبر بود، برید تو کانال محمد سابسکرایب کنید. اوکی. زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست. بچه‌ها محمد اومده برامون از دکه قهوه بگیره. قراره قهوه بخورم مزه‌ش رو بهتون بگم. یک شات بود نگاه موش کثیف. یه موش کثیف. بریم قهوه رو بخوریم. قهوه آماده شد یعنی بچه‌های اشکت بیاید سابسکرایب کنید. ببینید من اومدم شهرتون. سابسکرایب کنید. محمد لاشی رفت برای من از این گنده ها گرفت. دبله گنده ها که منظورش این دبل. دوبله. دبله دوبل نیست. این هم یه تک گرفتم باز این خورد. کوچولو گرفته برای خودش. من از آقاهای خواهش کردم 2 تا قندم بهم. بابا ناموسن قند آخه. حاجی من تا حالا تو زندگیم اولین بار دارم میخورم. قند داره اولین بار بخور. تو زندگیمه. وای حاجی شکلاتش هم تلخ. بخور دیگه گو نخور. مزه آش گوش. حاجی خیلی میخورید هر روز از اینا. مزه زنا میده. با قند میخوام بخورم یه دونم برات. بدتر میشه. نگو. بخور. خدایی مزه ام میدن. حاجی باز بهتر شد از بابا کاکائو. چای شیرین داریم بخوریم مگه؟ خدایی از کاکائو خوشمزه تره با قند بخورید. آقا اونایی که تلخ دوست ندارن با قند بخورید. خدایی مزه تلخ انشو نمیفهمید. خدایی نمیفهمم. واقعا خوشمزه تره. سلامتی. بخور. اون بخور که- قهوه سلامتی نده. مزه فاضلاب میده. حاجی خیلی تلخه. اگه میخوای با هم قهوه بخورن حتما این ویدیو حاجی اینم تهش موند برای من. فالمو بگیرید بچه‌ها. یعنی تخمی ترین تصمیم زندگیم این بود که بیام بشینم قهوه بخورم. بوش حالمو بد میکنه. خیلی بو مزخرفی میده. بچه‌ها پشتم کوه. بچه‌ها اگه این ویدیو 100 تا لایک بخوره ویدیوی بعدی میرم این کوهه. اینجا. میرم اینجا. براتون ولاگ میگیرم. میرم محمدو بکنید لایک ساب. اشیر و پکلات تا فافه گلا که فقط تو کالافه